is Justice Through Music with the Iranian American Youth. We're here with an Iranian singer, Shamim. We just finished recording here in Washington, D.C. Shamim جون یکمی راجع به خودتون میتونید به ما بگین؟ من شمیم هستم و امروز اینجام که همراه مردم، همراه این قیامی که توی ایرانه باشم و به مردمم بگم که ما میبینیمشون، میشنویمشون و سعی میکنیم که پژواک صدای اونا باشیم. ایران گریه نکن، ما با هم هستیم. ایران زجر نزن، ما برمیگردیم. شما الان آهنگ ایران گریه نکن رو رکورد کردین. یکمی راجع به این آهنگ میتونین به ما بگین؟ این آهنگ اسمش هست ایران گریه نکن. این کار رو هم 3 هفته پیش نوشتم. احساس من همیشه این بوده که مردم ما، هموطنای خوب ما تو ایران اینجوری فکر میکنن که ما اومدیم بیرون و دیگه بیخیالیم و اصلا برامون مهم نیست تو ایران چی میگذره و بارها به من گفتن شما اونجا نشستین فقط میگید لنگش کن، اپوزیسیون خارج از کشور هیچ کار نمیتونه بکنه و این دقیقاً درسته. فریاد ایران رو همه شنیدن و این فقط مردم ایرانن که برای خودشون تصمیم میگیرن، ولی با این کار خواستم فقط بگم که من هم به عنوان یک ایرانی قلبم میتبه برای وطنم و آرزو داشتم الان کنار دوستانم بودم و با اونا میجنگیدم بر علیه ظلمی که در درون مملکت من هست، ولی متاسفانه من فقط میتونم با نوشتم و با صدام احساسمو بهشون برسونم و امیدوارم که این رو الان بدونن که هستن بسیار مردمان ایرانی خارج از وطن که دلشون تنگه و آرزومندن که با شما باشن و شما رو هم میبینن هم میشنون. ایران خوراک ددان و بدان است، هموطن بر بام خانه‌ات هنوز الله اکبر میگویی. یادت باشد با الله اکبر سنگسار شدی، اعدام شدی، کشتنت بر بام البرز، سبلان بخوان اتحاد پیروزی. ایران ایران گریه نکن، ما با هم هستیم. شما یه آهنگی دارین به اسم توهم رنگ‌ها. میتونین یه کمی راجع به این آهنگ به ما بگین؟ توهم رنگ‌ها رو تقریباً 3 هفته پیش نوشتم که در تظاهرات‌هایی که سالها صورت میگیره بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، همیشه دعوا سر پرچم و ساین بوده و فکر کردم دیگه الان وقتشه برای یه بارم شده کاری نوشته بشه که به دوستانمون، هموطنامون بگیم الان مردممون توی ایران دارن گلوله میخورن و میمیرن و فرصت هست برای پرداختن به رنگ ها و ایدئولوژی ها، ولی امروز روز اتحاده و باید همبستگی رو بهش فکر کرد. شما چه پیامی دارین برای ایران؟ برای ایران پیام من اتحاده که دستامون رو به هم بسپاریم از هر رنگ و ایدئولوژی و عقیده‌ای که هستیم، چون خانه آتش گرفته و خانه ویرانه و برای ساختنش، آباد کردنش احتیاج داریم که امروز دستامون رو به هم بدیم. من خودم چند تا از برنامه‌های زنده‌تون رو دیدم
مردم خیلی دوست داشتن. فکر میکنین در ایران همین نظر رو دارن؟ با توجه به فیلترهای مختلفی که گذاشته شده و مردم دسترسیشون به اینترنت در ایران خیلی محدوده، اما من تلفن‌ها و مسیج‌های بسیار زیادی داشتم که مردم دیدن و خوششون اومده و میگن بالاخره یکی پیدا شد که حرف دل ما رو بزنه، جرأت کنه که بتونه اون چیزی که ما میخوایم رو بگه. و جالبه که بدونی به من گفتن فقط شما نیستین که اونجا سر رنگ ها با هم می جنگید و دعوا دارید، اینجا این مسئله هست. سال هاست که میگوییم مبادا ایران کنام پلنگان و شیران شود، اما ایران سال هاست که ویران است. ایران کدام پلنگان و شیران است، کدام بدان و ددان است. ایران. من شمیم هستم، شما به Just Stick True Music نگاه میکنید.